قبل از این که دردت را برای کسی دیگر قصه بکنیم این را بدان هیچ مشکلی نیست که الله سبحانه و تعالی از او آگاه نباشد. هیچ دردی نیست که الله سبحانه و تعالی او را حس نکند. هیچ مشکلی نیست که الله از او آگاه نباشد. میدانی آن برگ هایی که در درخت هست بدون اراده پروردگار از درخت به زمین نمی افتد و هیچ اشکی هم نیست که الله سبحانه و تعالی او را نادیده بگیرد. پس هرگاه به مشکل مواجه میشی با کسی دردت را بگو که مشکلت و دردت را حل بسازد. چرا زمانی که مشکل برای ما پیش می شود، دردی برای ما می رسد، بغیر از الله گریه می کنیم، به حضور کسی گریان می کنیم که از دست او هیچ چیزی ساخته نیست. هرگاه با مشکلی مواجه شدی، دردی برایت رسید، مانند یک طفل اشک بریز. این را بدان که الله سبحانه و تعالی دعای ما تو را استجابت میکنه و استجابت کرده. اگر روز، ساعت، ماهی برایت نصیب نکرد، بدان که خطری که از تو بچ می شود، بدان او تاثیر همان دعایی بوده که در حق تو قبول شده و تو از این مرگ نجات یافتی، از این حادثه نجات یافتی. زمانی که از راه عبور می کردی، نگاه از که تو را موتر بزند نجات یافتی، اونجا الله را سپاس کن چون دعایت مستجاب شده. این را بدان الله در مقابل هر دعای تو را استجابت کرده و استجابت می کند. پس این من و تو هستیم که ناشکر هستیم و شکر نمی کنیم. چرا که همه مردم امروزه زندگی را با سرمایه را با داشتن موتر زیبا، خانه زیبا، لباس زیبا، ساعت زیبا فکر میکنن زندگی همه سرمایش امین است. اما رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید اگر غذای شبت را داشتی و چتر بالای سرت داشتی، بدان که الله سبحانه و تعالی همه سرمایه های زندگی دنیا را برات نصیب کرده. چون شخصی هست که میخواد راه کند اما پاه ندارد. شخصی هست میخواد که چیزی را با چشمان زیباش ببیند اما دیده نمیتواند. امروز در دنیا انسان ها آماده هستند که همه سرمایه خود را مصرف بکنند و چشم و دست خود را به دست برند. امروز آن نعمتی که در دست تو هست الله برات نصیب کرده، سپاسگزار باش، شکر کن. هرگاه شکر نعمتت را کردی، بدان که رستگار شدی. هیچگاهی بغیر از الله چیزی را طلب نکن. هرگاه بغیر از الله گریه کردی، خوار و ذلیل میشی. هرگاه بغیر از الله دستت را دراز کردی، ناامید میشی. اون یگانه ذات هست، هر آن چیزی که بخوای برات استجابت میکنه. پس هیچگاهی بغیر از الله دستت را دراز مکن. امیدت را از دیگران مخواه. امیدت به چشم دیگران نباشه که دیگران بیاد دستت را بگیرن. امیدت را به الله بسپار. الله در هر لحظه، هر ثانیه صداهت را، اشکت را، دردت را حس میکند. پس هرگاه از دنیا ناامید شدی، از چهار اطرافت ناامید شدی، شبهای تاریک وضو بگی، 2 رکعت نماز بخوان و به حضور پروردگارت دعا بکن. بیکار هستی، از الله طلب بکن، کوشش بکن. مشکل داری، تب و تلاش بکن، به الله دعا بکن، الله برات میدهد. این را بدان که در زندگیت اگر ارتباطت با خالقت محکم نبود، بدان که از زندگی که همه چیز محیاز داشته باشه رو خسته میشی. هرگاه در دنیا، در زندگیمان، ارتباطمان با خالقمان، با کلام برحقش ارتباط محکم نداشتیم، بدان که با اون همه چیزی که داریم از زندگی خسته میشیم و از زندگی لذت نمیبریم. انسانهایی هستن که همه چیز در دنیا دارن اما از دنیا لذت نمیبرن. خسته هستن، پریشان هستن، افسرده هستن، مریض هستن. پس آن چیزی که در دست تو است شکر بکن. وقتی شکر کردی، الله دیگر هم برات نصیب میکند. پس چه زیبا هست که همه درد خدا به آن خالق. الفکر یا انسان لو اطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت